بازی‌های این گروه، در واقع 4 بازی این گروه یک شنبه برگزار شد. حالا موقعیت در محوطه جریمه، اعلام پنالتی میکنه آقای اکرمی، نقطه پنالتی رو نشون میده به نفع پیام مخابرات شیراز. حالا وحید رضایی میزنه و توی دروازه، گل برای پیام مخابرات. در ورزشگاه شموشک 1-0 بازی رو بردن با این ضربه وحید رضایی. توپو خواهد فرستاد، حالا این کارو انجام میده، بیرون آمده اسدی، اشتباه و توی دروازه. لطیفی حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. خروج علی اسدی. دوباره با هم میبینیم که چگونه نتونست توپو کنترل بکنه و حضور سعید لطیفی که گل میزنه برای شموشک. در این نیمه چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ حالا میفرسته روی دروازه، فرصت هست برای نعمتی، توی دروازه. پاس شفاهی رو نعمتی تبدیل به گل دوم میکنه برای شموشک. خوب هم زد ضربه رو و تو وارد دروازه اسدی شد. حالا موقعیت هست درون محوطه جریمه، توپو دور میکنن. در پشت محوطه جریمه دقایق رو بازیکنان پیام به بازی ادامه ندادن، توی دروازه. گل مساوی رو برای پیام به ثمر میرسونه زارعی. حالا پشت توپ قرار گرفت در این واپسین دقایق مسابقه. فرصت هست، توپ از روی خط دروازه دور میکنن. حالا چپ حرکتی رو مدافعان پیام انجام میدن. حالا موقعیت هست برای پورغاز، میفرسته روی دروازه، یه ضربه سر خطرناک که میگیره توپ رو اسدی. تلاش بازیکن شموشک، ببینیم که چه اتفاقاتی در این ثانیه های واپسین میفته و توی دروازه علی حتی سرانجام گل میزنه. اگر بتونن در این ثانیه ها بازی رو حفظ بکنن، اولین برد شموشکی هست در این فصل. بفرمایید بازی چطور بود؟ اول اینکه خودتون خسته نباشین، همه تماشاگرها خسته نباشین. بازی خودتونم دیدین، بازی خوبی کردن بچه‌هامون. تا این استرس نبردن‌ها باعث شد که موقعیت‌های خیلی زیادی هم از دست دادیم. ان شاءالله که در آینده روز به روز این اعتماد به نفس به دست بیاد و بهتر بشن. در مورد وضعیت مالی باشگاه کماکان اوضاع مثل سابقه؟ خب همه دارن دست به دست هم میدن که حلش کنن، حتی خانواده خدا بیامرزه مرحوم درویش، حتی مسئولین شهرمون، تربیت بدنی و حالا همه دارن یه کاری میکنن که حل بشه. ان شاءالله هم حل میشه. آخه ما شنیدیم که شب گذشته وضعیت اسکان بازیکنان شموشک اصلا خوب نبود و بعضی روز سرامیک خوابیدن، چیزایی مثل این. نه یه هم چیزی نیستش، اینا در حد شایعه هستش. من خودم اونجا بودم، اصلا یه هم چیزی نیستش. جایی است که قبلا هم میرفتیم، الان هم همونجا رفتیم. بسیار خب، البته بازی قشنگی بود، بازی شموشک و پیام شیراز، نه مشهد که من تصمیم میکنم. و البته خدا کنه که این شموشک هم وراث محترم مهندس مرحوم درویش که انشالله یه باقیات صالحاتی که ایشون گذاشته رو ادامه بدن و بتونن در واقع این تیم رو و این باشگاه رو سر و سامون بدن، از این مشکلات خارج بشه. داریم البته هنوز صحنه داوریمون مونده تو این بخش. بازی دوم بازی شموشک. حالا این پنالتیه، واضح و مسلم پنالتیه دیگه. بله، که پنالتی هم اعلام شده. بله، پنالتی اعلام شد و منجر به گل هم بود. با پای راستش میزنه اونو سرنگون میکنه. پس این پنالتی اینجا به درستی اعلام شد. بله بله. جدول رده‌بندی گروه الف رو هم بلافاصله خواهیم داشت. فکر کنم روی تیتراژ هم باید این اتفاق بیفته.